سلام برای بکس خفن قدرگل آقا. امروز اومدیم با یه ویدیوی خفن به همراه من آقا. امروز اومدیم با تست کردن بستنی دوبه چاکلت، ولی ما که ایرانی هست و میهنه. شما برعکس نشون بده تو دوربین میهن. خب آقا میخوایم بریم واسه یه تست کردن این بستنی نزدیک 1000 تومان با من در اومد با ایرانی. حالا نگاه کنیم ببینیم ترکیباتش چیا هست. ترکیبات بستنی: شیر تازه، شکر، چربی، شیر خامه تازه، کره حیوانی، شیر خشک بدون چرب، گلو، خمیر استعمال. بریم واسه تست کردن بستنی. نگاه کنیم بچه‌ها. مثل ویدیوهایی که تو اینستا میذارن. بریم بازش کنیم. نگاه کنید. مثل این بستنی میهن بود که همینجوری بود. نگاه کنید پسته ها رو روشه. این همش پسته است. بریم آقا واسه تست کردنش که حتما این ویدیو رو لایک کنید و بریم واسه تست کردنش. خیلی خوبه. خیلی عالیه. واقعا طعم خوبی داره. بذارید یکی دیگه امتحان کنم. طعمش یه طوریه، خیلی پسنده. نگاه کنید همه چربه. نگاه کنید خیلی خوبه خیلی خوبه و من از 1 تا 10 به این بستنی خوشمزه 8 رو میدم. این دو نمره که ندم چون نکنید اینجا زده این مثل چی اسمش، همین ریش های پسته است توش نیست، مثل بستنی عادی میمونه، ولی طعمش خیلی خداست. عالی. ولی دو نمره که ندم یکیش واسه قیمتش بود که قیمتش خیلی بالاست به بستنی ایرانی. عالی. نگاه اینجا یه ذره ریشتش معلوم. خب آقا اینم بود از تست کردن بستنی دوبه چاکلت که دیگه دهنم داره آب میفته. فقط ویدیو تموشه برم بخورم همشو. آقا اینم بود از تست کردن این بستنی. اگر خوشتون اومد حتما این ویدیو رو به بالای 100 تا لایک برسونید که من برم خارجیشو بسونم. خارجیش خیلی گرونه، نزدیک 500-600 تا پول یه دونه بستنی شه، چون خارجی این ایرانیش بود نزدیک 100,000 تومان با من در اومد که همینش هم خیلی پوله. حتما این ویدیو رو لایک کنید و با لایکارش رو به بالای 100 تومان برسونید که این ویدیو رو بگیرم و واسهتون آپلود کنم. و دیگه تا ویدیو بعدی منتظر من بمونید و خدا نگهدار.